هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا، مردی 77 ساله ساکن دهه نشریان نویه رشت همچون گمانبر در قصد رسانیدن ضرر وزین به سلامتی دستگیر کرده شد. نامبرده روز 16 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 17:30 دقیقه در منزل استقامتیش با پسر 41 سالش جنگ و جنجال نموده با کارد یک مرتبه به شکم او زده است. در نتیجه پسرش ضرر وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت نامبرده پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا، جوان 23 ساله ساکن کوچه سینوی شهر دوشنبه همچون گمانبر در قصد رسانیدن ضرر وزین به سلامتی که باعث مرگ گردیده است دستگیر کرده شد. نامبرده روز 17 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 21:30 دقیقه در داخل میدانچه ورزشی واقع در کوچه نوایی پایتخت با جوان 21 ساله ساکن نویه واسه جنگ و جنجال نموده یک مرتبه با مشت بر روی او ضربه زده است که آخرین به زمین افتیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. هنگام گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا، جوان 18 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کرده شد. نامبرده روز 18 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 21:50 دقیقه در نزد بنای مرکزی صفدای دوشنبه پایتخت از حیثیت افباشی به یگان اساس جوان 20 ساله ساکن کوچه فردوسی را با کارد آشخانگی یک مرتبه به قسمت راست شکمش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است.